در مباحث قبلی مدیریت رو در 4 مؤلفه اصلی به عنوان الفبای مدیریت بحثش رو آغاز کردیم. اگر فهرستوار بگیم سازمان، منابع، مهارت‌ها و وظایف، یکیش خود سازمان بود. اصلا گفتیم که مدیریت در سازمان معنا پیدا میکنه. هر جا که 2 نفر یا بیشتر در جهت اهداف مشخصی کنار هم قرار میگیرن برای رسیدن به اون اهداف، سازمان شکل میگیره و مدیریت معنا پیدا میکنه. خب این سازمان ها اگر بخوایم تعریفش بکنیم، از سازمان های کوچیک میتونه شروع بشه در یک تقسیم بندی خیلی ساده مثل یک تیم یا حتی کلاس، تا سازمان های بزرگ و معظمی که در سطوح ملی میتونه ساختارهایی مثل وزارت ورزش و جوانان یا کمیته ملی المپیک باشه و در سطوح بین المللیش هم میتونه سازمان‌های بزرگی مثل کمیته بین المللی المپیک یا فدراسیون‌های بین المللی باشه. از دایره و وسعت بسیاری دارن سازمان‌ها از لحاظ ابعاد که هر چی سازمان بزرگتر میشه خب بدیهیه که پیچیدگیش بیشتر میشه و مدیریتش به تبع دشوارتر میشه و بر حسب اینکه حالا منابع مالی و منابع مختلفی که برای مدیریت هست چه وضعیتی دارن، این پیچیدگی و اعمال مدیریت شکل‌های مختلفی پیدا می‌کنه. یکی از چیزایی که خب خیلی مهمه در مدیریت سازمان‌ها به طور مشخص منابع مالیه، یعنی محل تأمین منابع مالی که عرض کردم یکی از منابع اصلی برای مدیریت هست، از کجا تأمین میشه. وقتی منابع کاملا دولتی باشه و عملا سازمانی که شکل گرفته با اهداف ملی و متکی بر منابع دولتی شکل میگیره، مثل وزارت ورزش و جوانان، مثل بخش تربیت بدنی، آموزش پرورش، اینها همه به طور مشخص محل اتفاق اصلیشون منابع دولتی است و به طب این گونه سازمان‌های ورزشی رو ما میگیم سازمان‌های دولتی. برخی از سازمان‌ها هستن که ممکنه از منابع دولتی اتضاح بکنن اما نهادهای مستقلی هستن و قرار هست که به طور مستقل فعالیت‌های خودشون رو دنبال بکنن و از منابع مختلف از جمله منابع دولتی هم میتوانن بهره مند بشن که ما عملا تو این حوزه سازمان‌های عمومی و مردم نهادی مثل فدراسیون‌های ورزشی، هیئت‌ها و انجمن‌ها، حالا چه انجمن‌های فعال در فدراسیون‌ها یا انجمن‌های علمی در وزارتخونه‌ها مثل وزارت ورزش، مثل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مثل انجمن مدیریت ورزشی ایران، انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، یک انجمن، یک نهاد عمومی و مردم نهادی که میتواند از منابع دولتی ارتزاق بکند و خودش هم باید تلاش بکنه که با رویه‌های مثل حق ثبت نام‌ها و امثال اون بتواند برنامه‌های خودش رو به پیش ببرد. دسته سوم سازمان‌های خصوصی هستند که ما انواع باشگاه‌ها، تولید کنندگان ورزشی یا هر نهاد یا فعالی مثل فروشگاه‌های ورزشی که کاملا مبتنی بر درآمدهای خودش فعالیت‌ها رو دنبال میکنه در این دسته جای میگیرن. البته ما باشگاه‌های دولتی هم داریم و بعضی موقع باشگاه‌های عمومی هم داریم که عملاً قرار مستقل باشه ولی اتفاقایی از جمله از منابع دولتی و بخش‌های دیگه هم میتواند داشته باشد. اما واقعیت اینه که در نظام باشگاهداری الگو بر این هستش که باشگاه‌ها به عنوان یک بنگاه‌های اقتصادی دیده بشن و بتوانند از محیط‌های درآمدزایی به خوبی بهره مند بشن و به طور حرفه‌ای عمل بکنن. هرچند که خب ما هم باشگاه حرفه‌ای داریم، هم باشگاه‌های تربیتی و تفریحی داریم، یعنی انواع اقسام و الگوهایی از باشگاه وجود داره، اما اون چه که خیلی روش تاکید هست همین بحث باشگاه هاست که با حداقل 2 باشگاه خیلی شاخصی که مثل استقلال و پرسپولیس طرفداران بسیار زیادی دارن، اینا قرار هست که باشگاه‌های حرفه‌ای ما باشن و به ظرفیت‌های درآمدزایی خوبی برسن، اما با توجه به مشکلات ساختاری که وجود داره و چالش‌هایی که در تأمین منابع به طور مشخص منابع مالیش وجود داره، ما سالها شاهد این بودیم که به طور مشخص از منابع دولتی ارتزاق می‌کردن و هنوز هم حالا از مسیرهای مختلف به نوعی
محل اعتضافشون هنوز کاملا یا بی‌نیازیشون از منابع دولتی یا پشتیبانی و حمایت‌های دولتی برطرف نشده و خب این یکی از چالش‌های نظام باشگاهداری ما. مدیران دولتی به طبع با پیشبینی بودجه هایی که از درآمدهای دولت از منابع مختلفی که دولت مثل مالیات، مثل درآمد نفت بودجه هایی رو تعیین میکنه، در ابتدای هر سال بودجه مشخصی رو تعیین میکنه برای وزارتخونه ها و تشکیلات مختلفی که اون وزارتخونه ها بر مبنای اون بودجه ها باید کارشون دنبال بکنن. ولی نکته مهم اینجا اینه که نظام های دولتی بودجه مشخصی بر مبنای دولتی براشون تعیین میشه. در فدراسیون های ما با توجه به اینکه ماهیت حقوقی فدراسیون ها سازمان های عمومی و مردم نهاد هستند، اما باز به دلایل مورد اشاره از باب اینکه اینها هنوز نتونستن استقلال خودشون رو حفظ بکنن یا برخی از اینها ماهیت ملی دارن و نیازمند حمایت باز بودجه های دولتی هستند، برای این بخش هم بودجه هایی تعیین میشه. ولی تاکید بر این هست که فدراسیون ها باید بخش درآمدزاییشون هم فعال میشه و بتونن قدم های موثری در جهت استقلال منابع مالی خودشون بردارن. ما باید به این نکته توجه بکنیم که ماهیت وجودی اون سازمان ها چیه، چه سازمان های دولتی، چه عمومی و چه خصوصی، به خاطر چی به وجود اومدن اون سازمان ها، قراره چه اقداماتی صورت بگیره. گاهی انقدر فضای سازمان با فراز و فرودهای مواجه شده به مرور اون مبنای ماهیت سازمان فراموش شده، کمرنگ شده و اصلا جهت سازمان برای مدیریتش با چالش‌های جدیدی مواجه شده. منظور من چیه؟ منظور من اینه که وقتی مثلا یک وزارتخونه معظمی مثل وزارت ورزش و جوانان شکل میگیره، خب برای این وزارتخونه شهر وظایفی وجود داره که قراره که این وزارتخونه بیاد و نقش آفرینی بکنه در جهت مدیریت کلان ورزش از باب سیاستگذاری، نظارت، حمایت و واحدهای تابعه رو به نحوی هماهنگ و هم‌افزا بکنه در سطح کشور که از ظرفیت‌های ورزش به شکل مناسبی استفاده بشه. گاهی ما می‌بینیم مثلا این وزارتخونه انگار یه وزارتخونه جزیره مستقله، یعنی قرار نیستش که مقوله بسیار مهم سلامت رو به عنوان مثال وزارت ورزش و جوانان در قالب ورزش همگانی یا مواد مشابه به تنهایی قرار مشکلش رو حل بکنه. حتی در نظارت‌ها و ارزیابی‌ها و پاسخگویی‌ها هم می‌بینیم که همچین چالشی به وجود میاد. در صورتی که این مسئله یعنی این که هنوز ما درک نکردیم این وزارتخونه عملاً تو این قضیه در حد سیاستگزار، ناظر و حامیه، یعنی بدون دستگاه‌های بزرگ دیگری مثل وزارت بهداشت، حالا درمان، آموزش پزشکی که اونم وزارتخونه حفظ طبیعیه و چندین برابر وزارت ورزش بودجه داره برای این مسئله و یکی از بودجه‌های اصلیش پیشگیری هست. اگر هماهنگی لازم بین این دو دستگاه نباشه، طبیعیه که خیلی از دستاوردهایی که ماهیتاً این وزارتخونه براش شکل گرفته حاصل نخواهد شد. به همین نحو دستگاه‌های بزرگ دیگری که اصلا به عنوان مثال آموزش پرورش، یعنی ما بپذیریم که اصل نهادینه شدن بسیاری از اهدافی که ما در وزارت ورزش و جوانان دنبال میکنیم، مثل موضوعات فرهنگی، مثل موضوعات قهرمانی، همه اینها اولین خاستگاه و جایگاهی که اونجا در واقع مقدمش فراهم میشه برای تربیت، آموزش و نهادینه کردنش آموزش پرورشه. اگر وزارت ورزش و جوانان اون ارتباط، هماهنگی و همراهی رو با اون تشکیلات نداشته باشه، عملاً باز خیلی از اهدافش با چالش مواجه خواهد شد. و من میخوام یه نکته دیگه بگم، حتی باشگاه‌ها که نوعی متولیش خود وزارتخونه هستن، اگر اون هماهنگی و هم‌افزایی برای هدایت باشگاه‌ها، کمک به استقلال اونها، مسیر مشخصی که حالا اقداماتی هم صورت گرفته بود، شما کم و بیش شنیدید اون طرحی که چندین طرح حتی نوشته شده برای سازماندهی نظام باشگاهداری و باشگاه حرفه‌ای، ولی باز هم نگاه میکنید میبینید که اون فعالیت‌هایی که وزارتخونه ورزش و جوانان دنبال میکنه، به عنوان مثال عرض میکنم، مباحث فرهنگی،
خیلی از این باشگاه‌ها تحتشون نوشتن باشگاه فرهنگی ورزشی. حالا بریم سوال کنیم چه اقدامات فرهنگی صورت میگیره، می‌بینیم که از منظر خودشون مطالبی مطرح میشه، ولی اون نظام هماهنگی که برای تغییرات ما دنبال میکنیم برنامه و اتفاق مشخصی در اون وجود نداره. لذا اولین چالش مدیریت سازمان‌های ورزشی توجه به ماهیت اون سازمان‌ها و اهدافی که براش تعیین شده که حالا اون سازمان شکل گرفته و قرار هست که برنامه‌ای براش وجود داشته باشه و قرار هست که بر مبنای اون برنامه یک سازماندهی شکل گرفته باشه که آدم‌هایی در واحدهای ساختاری از بالاترین سطح وزیر تا معاونین اجرای ادارات کل و همین نفت در سطح شهرستانی و بخش‌های مختلف کنار هم قرار بگیرن تا اون اهداف و برنامه‌ها رو محقق بکنن و در ادامه منابعی که در اختیار دارن و منبع اطلاعاتی که چطور این فعالیت‌ها بخواد دنبال بشه. وقتی وارد جزئیات میشیم می‌بینیم که کم چالش نداریم. به عنوان مثال هم به لحاظ منابعی که در اختیار هست، منابع مالی، منابع انسانی، منابع فیزیکی و اداری و منابع اطلاعاتی، گاهی می‌بینیم که یا چیزهایی رو مدعی میشیم که فراتر از این منابع یا حتی از این منابع موجود درست و بهره‌ورانه استفاده نمیشه و اون رویکردهایی که باید وجود داشته باشه اثر بخشی و کارایی و بهره‌وری می‌بینیم که متاسفانه اینا حلقه‌های مفقوده مدیریت سازمان‌های فعلی ورزشی ماست، حالا چه در بخش دولتی چه در بخش عمومی و حالا با یه فاصله‌ای در بخش خصوصی، چون تو بخش خصوصی مثلا اونایی که هیچ اتکایی به منابع دولتی ندارن میدونن اگر نتونن درست استفاده کنن از منابع خودشون یا مزیت رقابتی برای خودشون ایجاد نکنن در جریان رقابت یا حذف خواهند شد یا مجبورن که تابع بشن و رهبری گروه‌های بزرگتر اقتصادی رو بپذیرن. نکته‌ای که خیلی مهمه، ما باید سازمان رو از ابعاد منابع دولتیش، از ابعاد محصولی که میخواد عرضه بکنه و اهدافی که دنبال میکنه اگر خوب نشناسیمش و درکش نکنیم و متناسب با اون بقیه مراحل رو دنبال نکنیم، بدیهیه که خیلی از چالش‌هایی که امروز داریم با هم تجربه میکنیم رو در سازمان خواهیم دید. اگر من بخوام جمع بکنم صحبت‌های خودمو، ما برای رسیدن به مفهوم واقعی مدیریت ورزشی به عنوان یک علم، یکی از گام‌های اساسی شناخت سازمان، ماهیت وجودیش و سپس دنبال کردن دیگر ظرفیت‌ها برای اعمال مدیریت به شکل درست در این سازمان‌ها هست. خیلی ممنون از شما.